روز 20 جولای یا 30 تیر ماه، یعنی روزی که قرار بود فایت مایک تایسون و جک پال رو ببینیم چی شد. با سزا تیوی همراه باشید. جک پال همونطور که معرف حضورتون هست یوتیوبر معروفیه که چندین سال هم وارد دنیای بوکس شده و توی چند ماه اخیر خبر مسابقهش با مایک تایسون همه جا رو پر کرده و طرفداران مایک افسانه‌ای رو بدجوری منتظر دیدن فایت دوباره مایک بعد از 20 سال کرده. یک ماه قبل از شروع این مسابقه MVP از به تعویق افتادن مبارزه مایک با جک پال خبر داد و دلیلش رو هم زخم معده مایک تایسون اعلام کرد که با وجود این مشکل قادر به تمرین کردن نیست و تمریناتش برای این مسابقه عقب افتاده. خود تایسون اما میگه به دلیل عود زخم معده پزشک بهش توصیه کرده که برای چند هفته تمریناتش رو قطع کنه و استراحت کنه. احتمال لغو این مسابقه هم به خاطر این موضوع بالا رفته. اخباری که رسانه‌ها از حال مایک تایسون قبل از مسابقه نقل میکنن اینی که مایک تایسون قبل از پروازش از حال رفته و درخواست امداد پزشکی کرده و پروازش هم 2 ساعت به تعویق افتاده و 30 دقیقه قبل از فرود هواپیماش به دلیل زخم معده‌اش دچار سرگیجه و حالت تعوق شد. واکنش جک پال هم درباره تعویق این مسابقه و زخم معده مایک تایسون این بود که گفت از تعویق این فایت کاملا حمایت میکنه تا مایک تایسون توی شب مسابقه هیچ بهونه‌ای نداشته باشه. اما یکی از دلایل دیگه که احتمال لغو این مسابقه رو بالا میبره اینی که بعد از گذشت 50 روز هنوز هیچ خبر و تاریخ دومی برای این مسابقه اعلام نشده. نظر شما چیه؟ به نظرتون مایک تایسون این مسابقه رو بالاخره با جک پال انجام میده یا لغو میشه؟ مرسی که با لایک و سابسکرایب کردن از سزا تیوی حمایت میکنید. حتما ویدیوی بعدی رو ببینید.